کسی در گوشه و کنار دنیا من حیث عالم، من حیث خطیب، من حیث دعوتگر، اگر هر هفته و در بیان 10 دقیقه‌ایش از غزه، از جهاد، از مقاومت، از پایداری، از استقامت، از همت، از سلحشوری، از جهاد خستگی ناپذیر مردم فلسطین و غزه نگویه، دل ما پاره پاره میشه. چون درد مردم غزه را کسی درک میکنه که درد داشته باشه. سینه هایی که تهی از دردن، قلب هایی که فقط اونها جملات زیبا را میسازند، فقط ساعت های رسمی سخنرانی هایشان در منابر سپری میکنند، در منتظری ای هستند که کی ماه پوره میشه و ما معاش میگیریم. اینها به خود بیایند و نقشه شوم صهیونیسم جهانی را و متحدین اونها را به یاد بیارند. لذا طلبه عزیز، به شما میگم که بیدار باشین، به شما میگم که هوشیار باشید، جایگاهتان درک کنید، خودتان بشناسید. میدانید که صهیونیسم جهانی، اسرائیل، از چه راههای سر ما یورش میاره، تهاجم میکنه، حمله میکنه؟ از چه راههایی؟ ما گاهی گاهی خواسته یا ناخواسته به گونه عمدی یا غیر عمدی آله دست دشمن میشیم، آله دست دشمن. ناخود آگاه هیچ نمیفهمیم که آله دست دشمن میشیم. همین که روی وحدت، روی انسجام، روی برادری، روی اخوت، روی همدیگر پذیری تأکید شود، این یک زهر قاتل و یک شمشیر قاطع، سیف صارم در جگر یهود است. هرگاه ما بر طبل تفرقه کوبیدیم، بر طبل جدایی کوبیدیم، بر طبل نفاق و شقاق کوبیدیم، ما ناخود آگاه آله دست دشمن میشیم. یهود از برنامه‌های شومی که در جامعه اسلامی داره، برنامه‌های ماسونری میگه ایره، برنامه‌های فرامانوسری، برنامه‌های شوم صهیونیسم است. حتی میگه مسلمانان را از غفلتشان و از خوابیدگیشان استفاده کنید. مسلمان دیده که غافل بود، خوابیده بود، او را باید کوشش کنی که اهدافت از طریق اونها برآورده شود. مثل امروز در گوشه و کنار دنیا متاسفانه بعضی مسلمان ها، حتی احزاب و گروه ها در خدمت یهودن، در بنام مسلمانن، اما نقشه یهود پیاده میکنن. یکی از اهداف شومی صهیونیسم و برنامه های فراماسونری یهود است. بر صورت دوستا، وقتتان بیش نمیگیرم.